سلام بچه ها، خوش اومدید به این ویدیو. بچه ها، توی این ویدیوی اولین گیم در سیزن رو با هم میریم. سیزن جدیدی که اومده بچه ها، میدونم سیزن فکر کنم یکی دو هفته است که اومده، ولی خب من تازه آپدیت کردم. خب بچه ها، بعد اینکه اولین مچ که دیگه با هم بریم، بعد بچه ها 2 روز خب بود ویدیو نذاشتم، دیروز و پریروز. خب بچه ها ویدیو نذاشتم، واقعا شرمندم که ویدیو رو نتونستم بذارم واسهتون. بچه ها، ما اگر که دقت کرده باشید جمعه ها ویدیو نداشتیم، به خاطر اون 2 روزی که نذاشتم جمعه ها ویدیو ها هم داریم. 2 روز 2 جمعه رو با هم ویدیو رو داریم. ویدیو فردا هم اخبار که نه، یه سری اخبار از سیزن جدید که نه، یه سری اخبار واسهتون میذارم. بچه ها، ایمباتو کیف کردید یا نه؟ خدا وکیلی چیت میزد، داشمتی چیتی رو یان باشه. بله بچه ها، کیف کردین، خدا چجوری زدمش. بچه ها، این گیم پلی هم فقط اسنایپر راش دادم ها. بچه ها، چند وقتیه که رنگ همون خب لژندری نبود، که لژندری و اینا بوده، رنگ ها ریست شدن. خب وقتی که رنگ ها ریست شدن، ما هم دیگه بات زیاد واسمون میفته. خب بچه ها، اسنایپ اگر که میخواین اسنایپ یا شاتگانتون قوی بشه توی کال آف بتل رویال، حتما بچه ها، الان خب توی این گیم پلی بات زیاد دادم چون اولای سیزنه. خب بچه ها، حتما توی این رنگ ها که پایینه، حتما بچه ها اینجا برای خودتون تمرین کنید با این بات ها. بعضی وقتا پلیرهای نوب یا حتی پلیرهای متوسط جلوتون میافتن که راحت با اسنایپ میشه زدشون. بله بچه ها، این خب اولین ویدیو توی این سیزن جدید است واسه من. اولین ویدیو که چه عرض کنم، اولین مچی که رفتم اون واسهتون گذاشتم. بچه ها، اتچمنت اسنایپ واسهتون گذاشتم. خب اتچمنت دیل نیست، اتچمنت 2 اسنایپ که خیلی راحته باشون بازی کردن. خب بچه ها، و اینکه واسهتون میذارم و یه دونه اتچمنت جک 12 هم گذاشتم. البته توی این ویدیو واسهتون نمیذارم ها بچه‌ها، توی ویدیوهای بعدی احتمالاً سیزن جدید رو واسهتون بذارم، ویدیوهای سیزن جدید. بچه‌ها، من اینو این بالا دیدمش، یه لحظه یه دونه زدم 250 تا دمش. بچه‌ها، واسه چیزام واسهتون میذارم. خب بیا پایین داش این بات رو کیف کردین. بچه‌ها، این بات هستن، چیت در کالاف داش مهدی نهفته است. بچه‌ها، واسهتون لجند کردن رنگ اتچمنت ها رو واسهتون میذارم که سریعتر لجند کنید رنگتون رو. خودتون هم میدونید دیگه، اتچمنت های فوق العاده از داکمنتی میتونید بگیرید. بچه‌ها، اینجا یارمو زدم. خب من هر کاری کردم نتونستم با این دیل بزنمش توی این فاصله. نه، یا باید 1 ثانیه تکون نخوره شما توی این 1 ثانیه بزنیدش، یا باید یه دونه ام بی سی یکی اچ پی آری از این اسنایپایی که سری میزنن داشته باشین. خب بریم اینجا رو ببینیم. بچه‌ها، اینجا یارم که زدن، اومدم اینجا ببینید چه قوقایی میکنم. من با بات ها فقط بات میزنم. بچه‌ها، خیلی اصلا کیف میده بات زنی در مرام ما نیست، ولی خب میزنیم دیگه. بچه‌ها نمیتونم، این اولام که دارم اسنایپ میزنم، الان اسنایپ زدنم خیلی بهتر شده. اینجا بچه‌ها خیلی میس میدم، باتم بود، اگه پلیر میود 100% زودتر میافتادم. اینجا بچه‌ها راستم، خب به نظرم خیلی گان خوبیه، سریع هم کیل میکنم اینو که این داداشی که اینجا داره اسنایپر خطمونو میگیره نزنه ما رو. بچه‌ها، یه جا وای نستید. خب وقتی یه دونه شات میزنید به طرف کم دمیج میده، سریع یه موومنت بزنید، جاتون رو عوض کنید که اون طرف که به شما تیر میخوره اونم ناخودآگاه دستشو میزنه رو تیر، چه بخواد چه نخواد. ولی خب دیگه شما جاتون رو عوض کنید، بهتون تیر ریجستر نمیشه. بچه‌ها، اینجا لوتش رو نگاه کنید، اصلا کیف کردم با این لوتش، خدا وکیلی دمش کرد، لوت خیلی خوبی بهمون داد. بچه‌ها، این آپدیت سیزن جدید خیلی باحال شده، وقتی که مثل آلکاتراز شده دیگه. بچه‌ها، حتی تو رنک لژندری هم بازی کردن خیلی راحت شده. چرا؟ الان بهتون میگم چرا. به خاطر اینکه بچه‌ها، وقتی یارا 2 یارا دور و برت باشن، سریعا بیا پایین میان داشت، بیا پایین، اعصابمون درد میکنه. سریعا شما تو 15 ثانیه ریوای میشه. قبل از اون خیلی باد فشار میخوردی تا ریوای فیلم. بچه‌ها، اینجا یکی این بالا زد منو، پلیتمو زد، انقدر گفتم داش وای سلام میام واسط پلیتمو. که بچه‌ها وای نسیدیم اونجا، پیله نکنین روی دونه کیل، چه بات باشه چه پلیر باشه. اینجا هم بچه‌ها یه دونه شات آوردنش پایین، یارم زدش. خب اونی که پلیت منو زد یارم زدش. بچه‌ها، خوشحال میشم با
یه دونه لایک بکنید پای ویدیو، یه دونه سابسکرایب بزنید، واقعا دمتون گرمه. بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید، بچه‌ها واقعا واسه زحمت کشیده شده. این 2 روزم جبران میکنیم، خیالتون راحت باشه، نمیذاریم ویدیوها عقب بیفتن. اینجا هم داشتمون آوردم پایین. بچه‌ها من زون کش میشم، هیچ کس نمیتونه منو بزنه، یعنی تو رنگ های پایین هیچ کی نمیتونه منو بزنه، فقط زون کش میشم بچه‌ها. یعنی به هیچ وجه کشته نمیشم تو رنگ پایین، البته تو رنگ بالا درجا ناکم و لابی کلا اسکوادمون لابیه ها بچه‌ها. در این حد نوب سگیم توی رنگ های لژندری و رنگ های پایین راحت قشنگ 3-4 تا بات میزنیم، 3-4 تا اسنایپر بات میزنیم، کیف میکنیم بچه‌ها. اگرم میخواین که مثل من اسنایپ بزنید، که البته من اولامو دارم اسنایپ شروع کردم که اسنایپ بزنم به صورت حرفه‌ای، قبلا برش می‌داشتم ولی خب خیلی زیاد نه، بیشتر تو مولتی کارایی داشت واسه من بچه‌ها. خیلی کیف میده، سریعا ریوای میشین توی چند ثانیه است بچه‌ها. مثلا سریع برگشتیم، خیلی اصلا کیف میده توی این آپدیت سیزن جدید بچه‌ها. اینجا رو من تار میکنم واسهتون، خب تا این اتچمنت ها رو برندارید بچه‌ها. این اتچمنت تاندرا رو خب یعنی بهترین اتچمنتی که میتونید واسه بتل بردارید، خیلی راحت باش بازی کردم، فاست اسکوپ هم باش میذارین عشق کنید. اینجا رو لوداتمو تار میکنم که اتچمنتش رو نبینید، بعدا توی ویدیو دیگه بهتون میگم، خیالتون راحت. ولی بچه‌ها خوشحال میشم که اگر ویدیو رو دوست داشتید یه دونه لایک و یه دونه سابسکرایب بکنید، خیلی تعداد لایک ها پایینه بچه‌ها. و اگرم دوست داشتید آموزشی خواستید، ویدیویی خواستید، اتچمنتی خواستید، هر چیزی که خواستید توی کامنت ها حساب کنید و رو داشت بچه‌ها. ممنون که این ویدیو رو لایک و سابیاتون نره. خداحافظ.